أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در کتاب باغ نکوکاران میگوید باب المراقبتی، یعنی پنجمین باب کتاب ریاض الصالحین باب المراقبتی، باب مراقبت هست. مراقبت یعنی چی؟ مراقبت یعنی توجه و به نظر گرفتن که الله تبارک و تعالی همیشه بنده را در زیر نظرش دارد و باید بنده متوجه باشد، در نظر داشته باشد بنده که الله جل جلاله هر حرکتی بنده را زیر نظارتش دارد. و علما میگویند مراقبه به دو وجه تقسیم می شود. مراقبه اول این است که همیشه به الله جل جلاله توجه داشته باشیم، یعنی بنده همیشه به الله جل جلاله توجه داشته باشد، همیشه در یاد و ذهنش الله جل جلاله باشد. هر کاری را که بنده میکند باید در ذهنش الله، در ذهن بنده الله باشد که الله اون بنده را دیده ایستاده است. این یکمین قسم مراقبه هست. و دومین قسم مراقبه این است که الله جل جلاله همیشه بنده را نگاه میکند، اعمال بنده را نگاه میکند. هر کاری که تو ای بنده میکنی الله جل جلاله تو را مراقبت میکند، تو را نگاه میکند، تو را دیده ایستاده است. پس انا همین رو میگویند مراقبه. پس این باب در انا همین مسئله برای ما و شما چند از آیت ها و چند از حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم را امام نووی رحمه الله برامون تقدیم میگرداند. اولین آیتی که در زیر این باب میارد میگوید که قال الله تعالی، الله جل جلاله فرموده است. الله سبحانه و تعالی در سوره شعراء آیت 218 و 219 میفرماید که الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، یعنی الذی یراک، همون ذاتی که تو را میبیند، حین تقوم، وقتی که از جایت میخیزی، وقتی که در عبادت میشوی. همه بندگان خواب است، تو شب میخیزی عبادت میکنی، الله جل جلاله تو را میبیند. و تقلبک فی الساجدین، و حرکت و گردش تو را الله جل جلاله در بین عبادت گزاران، در بین نماز گزاران الله جل جلاله میبیند. یعنی چی؟ یعنی که شب، نیمه شب همه خواب است، تو میخیزی برای نماز، الله جل جلاله از بین اون بندگانی که در هر خانه و در هر مکان و در هر منطقه خیستند و در نیمه شب همه خواب هستند، یاد الله را کرده ایستادن، اینها الله جل جلاله حال تو را در آن همون حالت نگاه میکند، میبیند که تو نماز خوانده ایستاده ای و تو چی کار کرده ایستاده ای. الله جل جلاله از حالت با خبر هست. این بود اولین آیت از در زیر باب مراقبت که الله سبحانه و تعالی نمازخوانی در نیمه شب که همه خواب است، الله جل جلاله نماز تهجد خواندن و یاد اون الله را که میکنیم ما و شما را میبیند. وقتی که در نیمه شب میبیند، پس در روز و در دیگر وقتها به طریق اولا الله جل جلاله بیننده حال یکایک ما و شما هست. پس ما و شما باید در حالت گفتنمون، در حالت کردار و رفتارمون، در حالت عمل کردنمون متوجه باشیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را دیده ایستاده است. از حال ما و شما الله سبحانه و تعالی با خبر می باشد. این بود اولین آیت. بعد از این میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی در دومین، در آیت گفته سوره حدید آیت 4، در سوره حدید آیت 4 الله سبحانه و تعالی میگوید و هو معکم اینما کنتم،
یعنی الله جل جلاله همراه شما هست و در هر کجایی که شما باشید. ای بندگان، شما در هر کجایی که باشید الله سبحانه و تعالی با شما می باشد و از حالت شما با خبر هست و الله سبحانه و تعالی می بیند و خبردار است که ای بنده تو چی کار میکنی. الله سبحانه و تعالی همیشه همراهی بندگانش است، با علمش همراهی بندگانش است، با بندگانش را احاطه کردگی است. الله سبحانه و تعالی در هر حالتی که است الله سبحانه و تعالی میبیند بنده را. چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که درباره احسان پرسیده شد، رسول الله گفت ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. یعنی که ای بنده متوجه باش، ان تعبد الله، احسان همین است که الله را عبادت کنی، کأنک تراه، بمثل اینکه گویا اینکه تو الله را دیده ایستادی، فإن لم تکن تراه فإنه یراک. پس اگر که تو الله جل جلاله را نبینی، پس یقین داشته باش که الله سبحانه و تعالی تو را دیده ایستاده است. تو چی کار میکنی؟ الله سبحانه و تعالی از حال تو با خبر هست. و چطوره که الله سبحانه و تعالی همچنین در سوره قاف آیت 16 میگوید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. یعنی الله سبحانه و تعالی میگوید ما خلق کردیم انسان را و میدانیم که به چه چیز وسوسه میکند اون انسان را نفسش. یعنی ای انسان، به هر چیزی که نفس تو را وسوسه میکند الله سبحانه و تعالی میگه ما اون را میدانیم. ببین حتی در نفس چی میگذرد الله سبحانه و تعالی میداند. حال عملت او سو بیستد، انجام دادن یک کار، گفتن یک سخن او سو بیستد. حتی در نفس چی میگذرد الله جل جلاله اون را میداند. الله میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله سبحانه و تعالی میگوید ما به بنده چنان نزدیک هستیم، بسیار نزدیک هستیم از رگ گردن دیده. حتی رگ گردنت به تو چند قدر نزدیک است؟ یعنی به تو بسیار نزدیک رگ گردنت است. هر حال و هر کاری تو را رگ گردنت همراهت است. الله جل جلاله میگوید از رگ گردنت دیده من به تو ای بنده نزدیکتر هستم، از حال تو با خبر هستم. هر رفتار و کرداری که داری پس من اون را میدانم. پس الله سبحانه و تعالی میگه و هو معکم اینما کنتم. الله جل جلاله همراهتون هست ای بندگان در هر کجایی که باشید. پس وقتی که ما در هر کجایی که باشیم، وقتی که مراقب خود الله جل جلاله را ببینیم و ایمان و باوری داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی هر لحظه ما رو میبیند، پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید سخن نیک بگوییم، عمل نیک انجام بدهیم و معامله خوب بکنیم که الله جل جلاله ما و شما را دیده ایستاده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. یعنی کسی که ایمانی به روز قیامت دارد و کسی که ایمانی به الله جل جلاله دارد پس باید سخن نیکی بگوید. اگر نیک و حق را گفته نمیتواند لیصمت، باید سکوت را اختیار بکند، نه اینکه دروغ و فریب و نیرنگ و سخن باطل بگوید و سخن ناحق بگوید، بلکه سکوت را اختیار بکند. پس سکوت را اختیار کردن در بعض حالتها این خود خدمت به دین است، این خود به فایده دین است، این خود به فایده خود اون شخص می باشد. در بعض حالتها رعایت کردنی سکوت، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی از هر لحظه ما و شما با خبر است. الله در سوره قاف آیت 18 میگوید و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یعنی سخن نیست که بنده نگوید مگر اینکه در نزد اون بنده یک نگهبان آماده است از هر لحظهش. هر حرکتی که میکنی اون نگهبان آماده حرکتی تو را می نویسد، حرکتی تو را نوشته میکند و حرکتی تو را
تقدیم میکند در روز قیامت و در نزد الله جل جلاله و تو جواب خواهی گفت از هر حرکتی انجام داده‌ات. پس متوجه باش ای بنده، سخنت را، زبانت را، کردارت را، عملت را مطابق به گفته الله و رسول بگردان تا اینکه در روز قیامت برات تقدیم گردانده شود اعمال تو سربلند و شاد باشی. روز یک ویدیو را تماشا میکردم، یک سوال میکند که آیا راضی هستی در مقابل $50,000 یا $100,000 تمام کارهای پنهانی شما ضبط کرده شود و در نزد خاندان تا در پیش پدر و مادر و زن و فرزند هر کاری را تو کردگی هستی گذاشته شود؟ هر کاری را که تو میکنی در جایهای پنهانی، یعنی چی در نفس تو میگذرد، اونها ضبط کرده شوند، ویدیو کرده شوند، تسجیل کرده شوند و در نزد خاندانتون گذاشته شود در مقابل $50,000 یا $100,000 و هر کسی را که سوال میدادن میگفتن که نه، راضی نیستیم. پس ای بنده ببین که در نزد خاندانت راضی نیستی در مقابل 50 و 100 هزار دلار سر و اسرارت آشکار شود، پس بدان که این سر و اسرار تو همه در نزد الله جل جلاله آشکار هست و الله جل جلاله این سر و اسرار تو را در روز قیامت در بین ملأ، در بین مردم، در بین خلق آشکار میکند. پس ای وای بر حالت اگر که سر و در سریره، در پنهانی انسان خبیث و انسان ناخوب باشی. الله سبحانه و تعالی یکایک ما و شما را هدایت بفرماید. دومین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب آورد و هو معکم اینما کنتم هست، یعنی الله جل جلاله همراه شما است ای بندگان در هر کجایی که باشید. و سومین آیت را تقدیم میکنند، میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره آل عمران آیت 5. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 5 میگوید که ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. میگوید هر آینه برای الله جل جلاله پنهان نمیماند چیزی، نه در زمین و نه در آسمان. چیزی نیست که از زیر نظری، از زیر بصیرت و علم الله جل جلاله چی در زمین باشد چی در آسمان پنهان بماند. این طور چیزی وجود ندارد. پس کسانی که زبان عربی را میدونند پس از این آیت فایده بزرگ به دست میارند. الله میگه ان الله لا یخفى علیه شیء. کلمه شیء را الله جل جلاله نکیره آورده است، نامعین آورده است. میگوید شیء، نگفت که الشیء. چرا؟ زیرا اینکه شیء این عام هست، حتی کوچکترین عمل و بزرگترین عمل، حتی کوچکترین مقصد و نیت و مرام در نزد الله جل جلاله پنهان نمیماند. الله از اون با خبر است. پس این کلمه شیء نکره آمده است و منظورش این است که تمام چیز را الله جل جلاله میداند و از تمام حالتی یکایک بندگان الله سبحانه و تعالی با خبر می باشد. پس ای بنده متوجه باش در گفتار و رفتار و قصد و نیتت که همه در نزد الله جل جلاله عیان و بیان می باشد. این بود سومین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب مراقبت، پنجمین باب کتاب ریاض الصالحین آورده است. اکنون چهارمین آیت را میارد، میگد و قال تعالی. امام نووی رحمه الله میگد الله سبحانه و تعالی در سوره فجر آیت 14 میفرماید که ان ربک لبالمرصاد، یعنی که هر آینه پروردگاری تو در کمینگاه است. هر آینه الله جل جلاله در کمینگاه می باشد. مرصاد یعنی کمینگاه، یعنی پنهانگاه، یعنی جایی که انسان در اونجا می ایستد و تمام چیز را در زیر نظارتش می گیرد. مثلا یک میدان هست،
در بالای میدان یک جای بکنن به خاطر در نظر گرفتن، به خاطر نگاه کردن اون میدان، پس انا همون جایی که میبرای میدان در زیر نظرت میگیری، تمام جاش میبینی، هرچی حرکت میکنه میبینی، او را میگن مرصاد. پس الله جل جلاله این ربک لبالمرصاد است، یعنی الله سبحانه و تعالی در جایی هست که هر حرکتی در هر قطعه و مکانه، حتی در زیر قصر و در زیر درخت و در صحرا و در هر کجایی که میکنی، در زیر بیناها هر عملی که میکنی، الله سبحانه و تعالی تو را نظر کرده ایستاده است، تو را دیده ایستاده است و از حال تو با خبر می باشد. پس ای بنده متوجه باش، در هر قطعه‌ای که هستی الله تو را نگاه کرده ایستاده است. این بود چهارمین آیتی که الله امام نووی رحمه الله در زیر باب مراقبت برای ما و شما تقدیم کرده است. و آخرین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب مراقبت میارد، میگد و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است، سوره غافر آیت 19 می باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره غافر آیت 19 میگوید یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. الله سبحانه و تعالی میداند خائنة الاعین، یعنی خیانت های چشم ها را. الله سبحانه و تعالی خیانت های چشم ها را میداند و ما تخفی الصدور، و هر آن چیزی را که دلها پنهان میکنند الله سبحانه و تعالی از اون با خبر هست. حتی ببینید عملی را که نزدیکترین کس و کسی که از تمام اسرار تو با خبر باشه، چی زن و تو، چی فرزند و چی رفیقت، کارهای هست که حتی به نزدیکترین کس تو نمیگویی، حتی به بسیار کسی که تمام سر و اسرار تا میگویی، در دلت باز چیزهایی هست که برای انا همون هم نمیگویی. الله سبحانه و تعالی از انا همون سرهای تو هم با خبر میباشد ای بنده. پس این بود آیت ها در زیر باب مراقبت. بعد از این میگوید والآیات فی الباب کثیرة معلومه، یعنی آیت ها در این باب، در باب مراقبت خیلی زیاد هستند و معلوم هستند، خیلی زیاد، خیلی معلوم است. حتی کسانی که قرآن خواندن نمیتوانند، از ترجمه قرآن معلومات ندارند، مسلمان ها اگر اونها را تو بپرسی حتما این باوری را دارن، فطرتاً این باوری را دارن که الله سبحانه و تعالی هر عمل اون را، هر رفتار اون را در زیر نظر دارد و الله سبحانه و تعالی با خبر می باشد. از این استابه نووی رحمه الله میگد والآیات فی الباب کثیرة معلومه، آیت ها در این باب، در باب مراقبت خیلی زیاد هستند و معلوم می باشند. بعد از این آیت ها امام نووی رحمه الله میگد و اما الاحادیث، اما حدیث ها در زیر باب مراقبه. اولین حدیث باب مراقبه پنجمین باب کتاب ریاض الصالحین و حدیث 60 از کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 60 از کتاب باغ نکوکاران میگوید فالاولو، یعنی یکمین حدیث در زیر باب مراقبت و 60مین حدیث در کتاب ریاض الصالحین. ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال، از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. این حدیث را ما و شما همچنین در کتاب اربعون النوویه گرفته بودیم. پس این حدیث را زیاد و طولانی شرح نمیدیم، بلکه ترجمه و کمی بیان کرده این حدیث را میگذاریم، زیرا اینکه در کتاب الاربعون النوویه این حدیث را با تفصیل بیان کرده بودیم.
از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که میگوید بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید زمانی که ما نشسته بودیم در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. کلمه بینما در حدیث که آمده است این ظرف است و بر مفاجعه یا پیش آمدن یک کار ناگهانی، یک مسئله ناگهانی دلالت میکند. از این حساب است که پس از کلمه بینما حرف مفاجعه را ذکر کرده است، یعنی بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم اذ، این کلمه اذ این مفاجعه هست، این حرف مفاجعه هست، یعنی که ناگهان اذ طلع علینا، میگوید که زمانی که ما نشسته بودیم در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم، روز از روزها، اذ طلع علینا رجل، ناگهان میگه برآمد در نزد ما، پیدا شد در نزد ما مردی که شدید و بیاض ثیابی، بسیار لباسی سفید داشت، یعنی لباسش بسیار سفید بود. شدید و سواد شعری، موی سرش بسیار سیاه بود. لا یرا علیه اثر السفری، اون مرد میگه اثر سفر دیده نمیشد، علامتای یک انسان مسافر در اون میگه دیده نمیشد، زیرا که در آن زمانها وقتی یک سفر میکرد از یک منطقه به منطقه دیگر با شتر سفر که میکرد، پس از این مکان تا مکان دیگر که میرسید موی سراش جولیده میشد و موی سراش چرک میشد و موی سراش و بدنش و لباسش اما پر از چنگ و خاک میشد. از این حساب است که میگه لا یرا علیه اثر السفری، یعنی در این مرد اثر سفر دیده نمیشد، یعنی این مرد از ظاهرش معلوم بود که از راه دور نیامده است، یعنی مسافر نیست. ولا یعرفه منا احد، حتی میگه کسی از ما این رو نمیشناخت، یعنی این مرد از این محله نبود، این کسی بود مهمان بود، اما مهمانی که در این مهمان اثر سفر دیده نمیشد. حتی جلس الی النبی صلی الله علیه و سلم، تا اینکه میگن نشست نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فاسند رکبتیه الی رکبتیه، پس میگه تکیه داد دو زانویش را به دو زانوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، زانوهای خودش را در زانوهای رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانید، بسیار نزدیک نشست. و وضع کفیه علی فخذیه و قال، و گذاشت میگه دو کف دستش را بر بالای دو ران پایهایش، پس گفت علی فخذیه، این ضمیری یعنی که ران پایهایش، ران پایهای کی؟ بعضی شارحین میگوید در بالای ران پای رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما اکثر شارحان میگویند در بالای ران پایهای خودش ماند. همین مرد دو دستانش را در بالای ران پایهای خودش ماند. چطوره که یک طالب علم، یک سوال دهنده نزد قاضی و نزد اهل علم و نزد استاد می رود، چارزانو می نشیند و دو دستانش را در بالای ران پایهاش می ماند، پس میگد انا همین طریق نشست همین مرد. و قال، پس میگه گفت، همین مرد میگه گفت که یا محمد اخبرنی عن الاسلامی، گفت ای محمد خبر بده من را درباره اسلام. ببین یا محمدو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نامش را گرفته فریاد کرد یا نامش را گرفته ذکر کرد که ای محمد اخبرنی عن الاسلام، یعنی خبر بده من را درباره اسلام، یعنی اسلام چی است ای رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر بده. خب اون زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده شد، در اون زمان مردم رو با نامهایشان فریاد میکردن، یعنی نام مرد رو گرفته فریاد کردن، این هیچ باک اشکال نداشت.
اما بعداً وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده شد و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه نامش را نمی گرفتند و فریاد میکردن با یا رسول الله گفته، ای رسول الله، ای پیغمبر الله گفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم فریاد میکردن. چرا؟ زیرا اینکه الله جل جلاله در سوره نور آیت 63 میگوید که ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، یعنی که فریاد زدنی پیامبر را مانند فریاد زدنی که یکدیگرتون رو فریاد میزنید به مثل اون نگردونید. یعنی چی؟ یعنی یکدیگر ما اگر فریاد کنیم نامش رو میگیریم فریاد میکنیم. وقتی میگید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فریاد میکنید، به مثل که یکدیگر نامتون میگیرید فریاد میکنید، به مثل این فریاد نکنید. و این یک تفسیر و یک معنایی که علما این آیت را ترجمه کردن. و بعضی از علما میگویند معنای این آیت این است که امر و فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم را به مثل امر و فرمانی در بین یکدیگرتون قرار ندهید. مثلا یک کس تو به یک چیز فرمان میدهد و خواستی قبول میکنی گپش را، اگر نخواستی گناهگار نمیشه، قبول نمیکنی. اما از رسول الله صلی الله علیه و سلم را امر و فرمانش این طور نیست. وقتی فرمان میدهد باید قبول کنی، اگر قبول نکردی، امر رسول الله را عمل نکردی، گناهگار میشوی. پس این آیت را بعضی از مفسرین میگویند که اینجا فرمان رسول الله را به مثل فرمانهایی که بین یکدیگرتون هست به مثل اون نگردونید. اما بعضی از علما میگویند فریاد کردن رسول الله را به مثل که در بین خودتون فریاد میکنید به مثل اون نگردونید. یعنی چی؟ یعنی نامش را نگیرید، بلکه یا رسول الله گفته فریاد بکنید. پس این مردی که آمده بود گفت یا محمدو، ای محمد، ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، اخبرنی عن الاسلامی، گفت خبر بده من را درباره اسلام. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم براش گفت یعنی اسلام چی است؟ الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله، گفت اسلام همین است که گواهی بدی که نیست معبودی بر حق بجز الله جل جلاله، معبودی بر حق فقط الله سبحانه و تعالی هست، و ان محمدن رسول الله، و همچنین گفت باید گواهی بدی که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله جل جلاله است، و تقیم الصلاة، گفت باید نماز تا بخوانی، و توتی الزکات، گفت باید زکاتت را پرداخت بکنی، مالت به نصاب که رسید، به زکات که رسید، زکات مالت را بدهی، و تصوم رمضان، و روزه بداری ماه مبارک رمضان را، و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا، یعنی حج بیت الله بکنی اگر توانایی رفتن به بیت الله را داشته باشی. اگر توانایی داری، توانایی مالی و توانایی قوت و صحت و سلامتی که داری، پس باید بروی حج بکنی. پس این اسلام می باشد. اسلام انا همین 5 چیز است. یکمش گواهی دادن بر اینکه الله جل جلاله معبودی بر حق است و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله، و دوم نماز خواندن، سوم زکات دادن، چهارم روزه گرفتن، پنجم حج کردن. این اسلام می باشد. عملهای ظاهری است که چطوری که این عملها را ما و شما می بینیم. قال، باز میگه اون مرد سوال کرد، صدقت، یا اون مرد میگه گفت که صدقت، یعنی راست گفتی. عجب سوال کننده ای که هم سوال میدهد، سوالش رو جوابش رو میگیرد و باز میگوید که راست گفتی. میگد که فعجبنا، اکنون عمر ابن خطاب رضی الله عنه میگوید فعجبنا له، میگه تعجب کردیم ما از این مرد. یسأله و یصدقه، یعنی میپرسد، سوال میکند، بعد از سوال باز تصدیق میکند، سوال میکند باز تصدیق میکند. میگه تعجب کردیم از این سوال دهنده. قال فاخبرنی عن الایمان، باز میگه اون مرد سوال کرد که رسول الله خبر بده ما را درباره ایمان. ایمان چی است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان رو بیان کردن، گفتن که ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. گفت ایمان همین است که
اولا ایمان بیاری به الله جل جلاله، به هر سه نوعهای توحید، چه توحید ربوبیت باشد، چه توحید الوهیت باشد، چه توحید عبادت، هر کدام توحید اسما و صفات، هر سه قسم توحید باید چی داشته باشه؟ باید ایمان داشته باشه، هم ربوبیت و هم الوهیت و هم توحید اسما و صفات. و ملائکته، و همچنین ایمان داشته باشه به ملائکه های الله جل جلاله، چه نام ها و صفات ها و عمل ها و وظیفه هاشون ذکر شدگی باشد چی نه، باید به همه ملائکه های الله جل جلاله ایمان داشته باشی. و کتبه، و سوم به کتاب های الله جل جلاله ایمان باید داشته باشی. این 4 کتابی که نامش مشهور است یا بعض صحیفه هایی که برای بعض پیغمبران نازل شد، غیر از این هر کتابی که از جانب الله جل جلاله است باید با اون ایمان داشته باشی. و رسوله، و همچنین ایمان داشته باشی باید به پیغمبران الله جل جلاله، به تمام پیغمبران الله، چی نامهاشون ذکر شدگی باشد که در قرآن 25 تا پیغمبر نامش ذکر می شود، چی این 25 پیغمبر چی نامهاشون ذکر شدگی نباشد، به همه اونها باید ایمان داشته باشی. و الیوم الاخری، و همچنین باید ایمان داشته باشی به روز قیامت. از قبر شروع کردن، بعد از مردن که در قبر گذاشته می شوی و در قبر سوال و جواب، بعد از این راحت یا عذابی که در قبر می شود و بعد از این محشر قیامت و بعد از این سوال و جواب و ترازو، به همه اینها باید ایمان داشته باشی. و تؤمن بالقدر خیره و شره، و آخرین ایمان داشته باشی به تقدیر، چی نیکی باشد چی بدی، هر نیکی که در تقدیر گردانده شدگی است، پس تو باید به اون ایمان داشته باشه که همش از جانب الله جل جلاله است. حتما که شر و بدی هست نسبت به بنده یا در ظاهر بدی است، اما تقدیر همش نیک می باشد و تقدیر همش خوب می باشد. اما در ظاهر که چی او را نیک می پنداری و چی بد، به همه اینها باید ایمان داشته باشی. پس این 6 رکنی ایمان را ذکر کرد که ایمان 6 رکن دارد. یکمش ایمان به الله، دویمش ایمان به ملائکه، سومش ایمان به کتاب های الله، چهارمش ایمان به پیغمبران، پنجم ایمان به روز قیامت، ششم ایمان به تقدیر. پس این 6 رکنی ایمان است. باید به این 6 رکن ایمان و باوری داشته باشی. پس ایمان را همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن. قال صدقت، باز اون مردی سوال دهنده میگه گفت که راست گفتی. قال فاخبرنی عن الاحسان، باز میگه سوال دهنده گفت که خبر بده من رو درباره احسان. احسان چیست؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که ان تعبد الله کانک تراه. گفت احسان همین است که الله جل جلاله را چنان عبادت کنی که به مثل اینکه تو الله را میبینی. فإن لم تكن تراه، اگر هرچند که تو الله را نبینی، فإنه یراک، پس الله جل جلاله تو را میبیند. اگر هرچند تو ای بنده الله را نبینی، یقین داشته باش که الله سبحانه و تعالی تو را میبیند. پس این احسان میباشد، این احسان است. قال فاخبرنی عن الساعه، با سوال دهنده میگه گفت که یا رسول الله خبر بده من را درباره قیامت، یعنی قیامت کی است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که مل مسئول عنها باعلم من السائل، یعنی سوال شده درباره قیامت از سوال دهنده داناتر نیست. یعنی چه؟ یعنی که گفت من از تو دا بسیارتر در این موضوع معلومات ندارم، یعنی نه من میدونم و نه تو، هیچ کدام ما نمیدونیم که قیامت کی قایم می شود، قیامت کی برپا می شود. این رو فقط و فقط الله جل جلاله میدوند، کسی غیر از الله سبحانه و تعالی نمیدوند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که مل مسئول عنها باعلم من السائل، یعنی که سوال شده درباره قیامت از سوال دهنده ده عالمتر و داناتر و معلومات زیادتی و علاوگی ندارد. قال، باز میگه سوال دهنده گفت که فاخبرنی عن اماراتها، گفت پس خبر بده مرا، گفت درباره نشانه های قیامت. خب قیامت چی نشانه ها دارد؟ درباره نشانه های قیامت بگو.
قال میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ان تلد الامه ربتها، گفت علامت قیامت همین است که تولد میکند خدمتگار زن، خدمتگار زن یعنی کنیز تولد میکند ربتها مالکش را، کنیز مالکش را تولد میکند. یعنی چی؟ یعنی جنگ ها و جهاد ها و این کارها که زیاد میشود، اسیرها زیاد میافتند و مردم در خانه چند تایی کنیز میگیرند، چند تایی کنیز میگیرند، با اون کنیزها که هم خوابگی میکنند مردها، پس از اون کنیزها کودک به وجود میآید و فرزند میشود. وقتی که اون فرزند تولد میشود، پس اون چی میشود؟ اون فرزند یعنی که مالکی مادرش میشود، یعنی که این فرزندی مالکی مادرش است، پس این فرزند مالکی مادرش میشود. از این حساب است که گفت که انتلد الامه ربتها، یعنی کنیز مالکش را، آقایش را، رئیسش را تولد میکند. و بعضی از عالمان میگویند که انتلد الامه ربتها یعنی پیش از قیامت با مادران چنان معامله کرده می شود چی طوری که مالک یا رئیس یا آقا با زیر دستش معامله میکنند. چی طوری که امروز در این شب و روز ما و شما بسیار میشنویم کسانی که مادرانشون را میزنند، مادرانشون را از خانه پیش میکنند و مادرانشون را نااحترامی و بی احترامی میکنند. اینها همه از علامت های قیامت می باشد که در همین زیر حدیث که انتلد الامه ربتها، بعضی علما میگویند که به احترامی و نااحترامی نسبت به مادر خیلی زیاد می شود. بعد از این میگوید و انتر الحفات العرات العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، گفت از دیگر علامت های قیامت همین است که انتر الحفات، گفت میبینی تو حفات را، العرات و لیچ ها را، یعنی حفات پای لیچ، یعنی کسانی که پاپوشی نداشتند، العرات یعنی لیچ به لباس نداشتند، العالته یعنی کمبغل فقیر، رعاء الشائی یعنی که دهمرده ها، پادبان ها یا گوسفند چرانان رو میبینی که یتطاولون فی البنیان، پس یتطاولون یعنی سبقت میکنند با یکدیگر در ساختمان و خانه سازی و در این چیزها با یکدیگر سبقت میکنند. پس چطوره که امروز دیده میشوند عرب هایی که پایلیچ بودند و عرب هایی که لباس پوشیدن نداشتند، امروز یکی از بهترین کشورهای دنیا از دیدگاه اقتصادیش و از امارات و ساختمان ها شدگی هست که ما و شما این رو با چشمانمان دیدیم و دیده استاده ایم. بعد از این میگه ثم انطلق، حضرت عمر رضی الله عنه که راوی حدیث است میگه ثم انطلق، بعد از سوالش خلاص کردن میگه این مرد بر رفت، میگه فلبثت ملیا، پس میگه انتظار شدیم یک مدت میگه ما انتظار شدیم. ثم قال، بعد از مدت انتظاری میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا عمرو، گفت ای عمر اتدری من السائل، آیا میدونی که این سوال دهنده کی بود؟ سوال دهنده را گفت شناختی که کی است؟ قلت الله و رسوله اعلم، حضرت عمر رضی الله عنه میگه گفتم که الله و پیغمبر الله داناتر است، یعنی که این کی بود من ندانستم، نمیشناسم، اما الله میداند و پیغمبرش هم همچنین میداند. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که فانه جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم، گفت هر آینه او جبرائیل بود آمد نزد شما و شما را تعلیم میداد امر دینکم، امر و فرمان و شکست و ریخت دینتان را. پس این جبرائیل بود که برای شما با طریق سوال کردن از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال میکرد و به مردم و به دیگران دینشان را یاد میداد و دینشان را تعلیم میداد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که است، امام مسلم در زیر رقم 93 در صحیح مسلم، و امام احمد هم همچنین در مسندش این حدیث را روایت کرده که است در زیر رقم 368 در مسند امام احمد ابن حنبل. پس این بود اولین حدیثی باب مراقبت
و 60مین حدیث کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث امام نووی رحمه الله بعضی از معناهای کلمه ها را میگد و میگد که و معنی تلد الامة ربتها، یعنی تولد میکند کنیزن مالک و آقایش را، ای سیدتها، یعنی که سرورش رئیسش تولد میکند کنیزن. و معناه، میگه معنای این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم همین است که ان تکثر السراریر، زیاد میشود سریه ها، یعنی زنهایی که از جنگ ها به دست میآیند، این زنها خیلی زیاد میشود، کنیزها خیلی زیاد میشود. حتی تلد الامة السریه بنتا لسیدها، گفت تا اینکه یعنی چنان زیاد میشود که همو کنیزن فرزند تولد میکند برای آقایش، برای مالکش، برای رئیسش فرزند تولد میکند. و بنت سیدی فی معنی سیدی، پس دختر سید، فرزند سید به مانند سید است. یعنی که وقتی که این زنی کنیز از مولایش، از مالکش فرزند به وجود بیارد، گویا که مولایش است. پس میگه معناش همین است. و قیل غیر ذالک، و گفته شده که غیر این، چطوری که در بیان این عبارت گفتیم که بعضی علما میگن که پیش از قایم شدن قیامت، یعنی که یکی از علامت‌های قیامت همین است که مادرها را احترام نمیکنند و حرمت مادرها به جا آورده نمیشود. و قیل غیر ذالک اشاره به این است و باز دیگر قولا هم در این باره وجود دارد. اما کلمه والعالة الفقراء، العالة معناش فقراء می باشد، کمبغلان و ناداران. و قوله ملیه، و در حدیث آمدگی بود که انتظرنا یا لبثنا ملیا فلبثت ملیا، پس میگه کلمه ملیا ای زمنا طویلا، یعنی زمان طولانی انتظار شدیم. و کان ذلك ثلاثا، و اون بود میگه سه بود، سه بار یا سه بود. خب درباره سه، یعنی این سه چی بود؟ سه روز بود یا سه ساعت بود یا سه چی بود؟ والله اعلم. این زمان طولانی بود، یا سه روز بود، یا خلاصه بعد از زمان طولانی، یا بعد از 3 ساعت، بعد از زمان طولانی. بعد دوام حدیث را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن شروع کرد که عمر آیا دانستی که این سوال کننده کی بود؟ پس این بود حدیث 60 از کتاب ریاض الصالحین، اولین حدیث باب مراقبه. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث دومی باب مراقبه رو می آورد که حدیث 61 از کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله می گوید الثانی، یعنی حدیث دوم از زیر 5مین باب کتاب ریاض الصالحین، باب مراقبه. عن ابی ذر جندب ابن جنادة و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی الله عنهما، میگوید که از ابو ذر جندب ابن جناده و همچنین از ابو عبدالرحمن معاذ بن جبل، الله از هر دین بزرگواران راضی باد، این دو کس حدیث را روایت کرده. میگوید که عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث روایت کرده. میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اتق الله حیث ما کنت، یعنی از الله جل جلاله بترس هر کجایی که باشی، یعنی در هر مکانی که باشی از الله جل جلاله بترس، پرهیزگار باش. و اتبع السیئة الحسنة تمحوها، یعنی که و اتبع السیئة الحسنة، یعنی در مقابل بدی نیکی انجام بده، تمحوها، اون بدی تا از بین میبرد. یعنی که یک کاری بد کردی، یک کاری ناشایسته کردی، بعد از اون یک کاری نیک انجام بده. و خالق الناس بخلق حسن، و رفتار و کردارت را با مردم بخلق حسن، یعنی با شیوه و با طریقه نیکو انجام بده، با مردم خوش رفتار و خوش اخلاق باش. این حدیث را همچنین در کتاب اربعون النوویه با تفصیل بیان کرده بودیم، اما در اینجا کم اشاره ها در زیر این حدیث
بیان میکنیم که در این حدیث ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را به 3 چیز فرمان داد. فرمان اول یعنی اتق الله حیث ما کنت، هر جا که بودید از الله جل جلاله بترسید. هر جایی که بودید تقوا را پیشه بکنید، چی در جای تنهایی هستید، چی در بین مردم هستید، چی در جای تاریکی هستید، در جای روشنی هستید، در صحرا هستید، در یک خانه تنها هستید، هر جایی که هستید تقوا باید با شما باشد. این اولین فرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دومین فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و اتبع السیئه الحسنه تمحوها، یعنی که بعد از انجام دادن بد نیکویی انجام بدهید. تمحوها، همین نیکویی شما اون بدی را از بین میبرد، اون بدی را از بین میبرد. پس از جمله نیکی ها این چی است؟ یکی از برترین نیکی ها این توبه می باشد. الله سبحانه و تعالی میگه ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. الله در سوره بقره آیه 222 میگوید الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد توبه کنندگان را و دوست می‌دارد الله سبحانه و تعالی پاک‌ها را. الله سبحانه و تعالی توبه کنندگان و پاک‌ها را دوست می‌دارد. پس پاکیزه بودن این عملی نیک است، پس توبه کردن این عملی نیک است. یا الله در سوره نور آیه 31 میگه و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، یعنی توبه بکنید به سوی الله جل جلاله همه شما ای مؤمنان لعلکم تفلحون، و تا اینکه رستگار و پیروز شوید به سبب توبه کردنتون ای مؤمنها. پس توبه کردن یکی از عملهای نیک و درست و شایسته می باشد و همچنین نماز خواندن از عملهای نیک است، چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان کفاره لما بینهن مجتنبت الکبائر، یعنی نمازهای پنجگانه از این نماز تا نمازهای دیگر هر نماز بینشان، یا از جمعه تا جمعه دیگر هر بین 2 جمعه، یا از این رمضان تا رمضان دیگر هر رمضان در بینشان. اینها چی هستند؟ این عملها را که انجام میدیم، روزه میگیریم، جمعه را میخونیم و رمضان روزش میگیریم، نمازهای پنجگانه را که میخونیم، همه اینها کفاره لما بینهن، کفاره هست، سبب بخششی گناهان صغیره که در این بینها ما انجام میدهیم. مجتنبت الکبائر، یعنی به سببی که اجتناب ورزیده شود، دوری جسته شود از گناهان کبیره، یعنی که نماز خواندن، روزه گرفتن، جمعه خواندن، اینها سببی بخشش گناهان صغیره میگردد. پس دومین فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چی بوده است؟ برای بعد از گناه و معصیت عمل نیک رو انجام دادن. همچنین عمره کردن هم از عملهای نیک است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که العمرة الى العمرة کفاره لما بینهما، یعنی از این عمره تا عمره دیگر. یک انسان مثلا هر سال یا چند سال یک بار می رود حج عمره میکند یا عمره میکند، پس این عمره کردگی این انسان سببی بخشش گناهانی که از این عمره تا عمره دیگر از گناهان صغیره انجام دادگی باشد، سببی بخشش گناهانشان می باشد. پس این دومین فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که بعد از گناه و معصیت عملهای نیک را انجام بدهید. عملهای نیک این سبب بخشش گناهان می گردد. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید که سومین فرمان رسول الله و خالق الناس بخلق حسن، یعنی با مردم با شیوه خوب و با شیوه نیکو رفتار و معامله بکنید، با مردم خوش رفتار باشید، با مردم خوش گفتار باشید. این هم همچنین از فرمانهای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که امام ترمذی روایتش می‌کند، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یعنی کامل ترین مؤمنان از روی ایمانداری نکوترین اونها از روی اخلاق است. یعنی کسی را که اخلاقش بهتر و خوبتر باشد پس ایمانش کاملتر و افضلتر و خوبتر می باشد. همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که نزدیکترین و کسی که شایسته است که به
رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک باشد در روز قیامت کسانی هستند که در این دنیا خوش اخلاق باشند. کسی که در دنیا خوش اخلاق شدن پس اونها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی که شایسته است تو سزاوار است که نزدیک شود. کسی که خوش اخلاق و خوش رفتار باشد. پس این سه فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است که برای هر مؤمن که این عمل را باید انجام بدهد. این سه فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حدیث را رواه ترمذی و امام ترمذی روایت کردگی است در سننش در زیر رقم 1987 و قال حدیث حسن. امام ترمذی میگوید که این حدیث حدیثی حسن می باشد. و هو فی مسند احمد. همین حدیث همچنین در مسند امام احمد هم آمدگی است. امام احمد در دو جای مسندش همین حدیث را روایت کردگی است. یکم در زیر رقمی 21354 و دوم در زیر رقم 21988 در مسند امام احمد ابن حنبل همچنین این حدیث آمده است. این بود دومین حدیث باب مراقبت و حدیث 61 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث سوم از باب مراقبت و حدیث 62 از کتاب باغ نکوکاران از کتاب ریاض الصالحین را میارد. میگوید الثالث، یعنی سومین حدیث در زیر باب مراقبت. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت کنت خلف النبی صلی الله علیه و سلم یوما، میگه پشتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم روزه، یعنی که سوار بودیم ما میگه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مرکب روزه که رسول الله از پیش نشسته بود و عبدالله ابن عباس از پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای اون مرکب. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا غلامو، یعنی ای جوان، ای پسر، ای جوان. رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عباس رو گفت ای جوان. چرا گفت ای جوان؟ زیرا اینکه رسول الله ابن عباس، عبدالله ابن عباس خوردکک بود، جوان بود. زیرا که در وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد عبدالله ابن عباس تقریبا 15 یا 16 ساله بود یا از این پایانتر، یعنی که جوان بود. پس وقتی که این حدیث رو گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عبدالله ابن عباس، پس از این هم خوردتر بود. از این حساب رسول الله گفت که یا غلامو، ای پسرکم، ای جوان، ای جوان. گفت رسول الله خطابش کرد، گفت که اینی اعلمک کلمات، گفت من برای تو چند کلمه ها را یاد میدهم. من گفت برای تو چند سخنهای را میگم برایت. احفظ الله یحفظک، اولا گفت الله را حفظ کن، یعنی دین الله را، شعارهای الله را، احکام الله را حفظ بکن. یحفظک، الله جل جلاله تو را حفظ میکند. اگر که تو دین الله را حفظ کردی، احکامات الهی را حفظ کردی، فرمانهای الله را حفظ کردی، پس بدون که الله جل جلاله تو را حفظ میکند. احفظ الله تجده تجاهک، و احکامهای الهی را حفظ کن و نگه بدار. تجده تجاهک یعنی الله جل جلاله را در برابر و در روبرویت میبینی. الله جل جلاله را در برابرت میبینی. اذا سألت فاسأل الله، گفت هنگامی که سوال کردی و هنگامی چیزی خواستی پس از الله جل جلاله بخواه. فاسأل الله یعنی از الله جل جلاله بخواه. هر چیزی که میخواهی باید از الله سبحانه و تعالی بخواهی، زیرا اینکه دهنده یگانه این الله سبحانه و تعالی هست که برای انسان، برای بنده میدهد هر چیزی را که بخواهد. و علم، همچنین اذا سألت فاسأل الله یعنی چیزی خواستی از الله بخواه. و اذا استعنت فاستعن بالله، هنگامی که یاردم و کمک خواستی پس از الله جل جلاله یاردم بخواه. از الله یاردم بخواه که تو را یاردم بکند. و علم، گفت همچنین بدان ان الامت
لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. گفت بدان اگر که تمام مردم جمع شوند برای که فایده برسانند تو را، یعنی به تو فایده برسانند، لم ینفعوک بشیء، فایده به تو رساندن نمیتوانند، الا بشیء قد کتبه الله لک. لم ینفعوک یعنی به تو فایده رساندن نمیتوانند، الا بشیء قد کتبه الله لک، مگر همون چیزی را که الله سبحانه و تعالی برای تو نوشته گردانده باشد، مقدر گردانده باشد، فقط ان همون فایده رو میتواند برایت برسانند. و این اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اگر که جمع شود تمام مردم که ضرر بدهند تو رو به چیزی، یعنی ضرر به تو بیارند، ضرر به تو برسانند، لم یضروک الا بشیء قد کتبه الله علیک، یعنی نمیتوانند به تو ضرر برسانند مگر همون چیزی را که الله سبحانه و تعالی در تقدیر تو گردانده است. اکنون میگه رفعت الاقلام، قلم ها برداشته شدگی هستند، دیگر نویگری در تقدیر نمی شود، هر چیزی که می شود این از بروقتی نوشته شدگی است. و جفت الصحف، و خشک شدگی است صحف، رنگ ها خشک شدگی است، دیگر تغییرات در تقدیری، در مقدرات الهی تقدیرات آوردن نمی شود. هر چیزی که الله سبحانه و تعالی مقدر گرداندگی هست اون رو میچشی، اون رو میبینی، دیگر کسی اون رو تغییر داده نمیتواند. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است در سننش در زیر رقم 2516 و قال حدیث حسن صحیح. امام ترمذی میگوید که این حدیث حسن و صحیح می باشد. و هو فی المسند، و این حدیث همچنین در مسند امام احمد ابن حنبل هم هست در زیر رقم 2669. و فی روایت غیر ترمذی، یعنی در روایت غیر ترمذی آمدگی است، یعنی در دیگر روایت آمدگی است که اون را امام ترمذی روایت کردگی نیست، میگوید که احفظ الله تجده امامک، یعنی الله سبحانه و تعالی را حفظ که احکام هایش را الله سبحانه و تعالی را در پیشت میبینی. تعرف الى الله فی الرخاء یعرفک فی الشدة، یعنی بیشناس الله سبحانه و تعالی در حالت غمگینی و در حالت فی الرخاء، یعنی در حالت آسایشتگی و در حالت خرسندی و در حالی که در مشکلات نیستی، یعرفک فی الشدة، الله سبحانه و تعالی تو را میشناسد و میداند در حالت سختی، یعنی الله سبحانه و تعالی با تو میباشد. وقتی که تو همیشه با الله باشی، در وقت سمداریت، در وقت صحت و سلامتیت، در وقت آزادیت، در هر حالت با الله جل جلاله باشی، وقتی که در مشکلی افتادی پس الله سبحانه و تعالی تو را میداند، یعنی تو را کمک میکند، تو را یاردم میکند. وعلم انما اخطاک لم یکن لیصیبک، بدان هر آن چیزی که به تو نرسیده باشد، اخطاک یعنی تو را خطا کرده باشد، منظورش که هر چیزی که به تو نرسید، لم یکن لیصیبک، اون باید به تو نمیرسید، او باید به تو نمیرسید، هر چیزی که به تو نرسید اون باید به تو نمیرسید. و ما اصابک لم یکن لیخطئک، و هر آن چیزی که به تو رسید باید تو را خطا نمیکرد، باید به تو میرسید، یعنی چیزی که به تو رسید باید به تو میرسید. این طور نیست که باید اون مشکلی بالای دیگه کس میرفت و بالای تو آمده است، یا این خرسندی باید بالای دیگه کس میرفت و بالای تو آمده است. نه، هر چیزی که بالای تو آمد، هر مشکلی، هر خرسندی، هر شادی، هر غم بالات آمد، بدون که این باید بالای تو می آمد، این خطا نمی رود. وعلم ان النصر مع الصبر، بدون میگه که نصر و پیروزی با صبر هست. مشکلات آمد، صبر کو، تحمل کو، در آخر سربلندی دارد، در آخر نصرت دارد. و ان الفرج مع الكرب، هر آینه کشادگی و فراخی همراه سختی ها می باشد. اول زحمت میکشی، مشکل میاد بالات، پرابلم میشوه، بعد از اون کشادگی و فراخی
و خرسندی بالات می آید. و ان مع العسر یسرا، و همچنین بدان که همراه سختی آسانی می باشد. همراه سختی آسانی می باشد. چطوره که الله سبحانه و تعالی در سوره شرح می گوید که فإن مع العسر یسرا، پس هر آینه همراه سختی آسانی هست. این مع العسر یسرا، باز به تأکید الله می گوید که همراه سختی آسانی هست. یعنی سختی ها می آید که بعد از اون آسانی به وجود می آید. ابن عباس رضی الله عنه می گوید که هیچ سخن، هیچ سختی وزمینی دشواری به دو آسانی غالب آمدن نمی تواند. یعنی چی؟ یعنی که اگر مشکلی یک تا باشد، پس خرسندی و شادی و آسانی دو تا هست. خرسندی و شادی و آسانی دو تا هست. پس رقم یک دو را، رقم دو را غالب آمده نمی تواند. این حدیث را امام احمد در مسندش میارد. در مسند امام احمد است که در زیر رقم 3803 در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل. پس این بود حدیث سوم از باب مراقبت و حدیث 62 از کتاب ریاض الصالحین، و زیاد شرح و توضیحش ندادیم به سبب آنه که این حدیث را همچنین در کتاب الاربعون النوویه خوانده بودیم، در اونجا شرح و تفصیلات و فایده های زیاد برآورده بودیم. از این حساب است که این حدیث را زیاد شرح و توضیح ندادیم و الا این حدیث شرح زیاد از ما طلب میکند. این حدیث تفصیلات زیاد از ما طلب میکند که بسیار برای هر یک مؤمن مفید است. برای هر یک مؤمن بسیار مفید است که این فایده هایی که از این حدیث برآورده می شود و سخن هایی که از این حدیث به دست آورده می شود و به دست می آید، اون را در زندگی خود پیاده بگرداند و سربلندی دنیا و قیامت رو به دست بیارد. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 4 از باب مراقبت و حدیث 63 از کتاب ریاض الصالحین را می آورد. این حدیث 63 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروز را در همین جا به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.